الرحیم. در این کلیپ میخوام در رابطه با داروی آمیودارون با هم صحبت بکنیم. ببینید ما برای اینکه بفهمیم آمیودارون چیه و چه مکانیزم اثری داره باید بدونیم داروهای آنتی آریتمی دیگه چه هستند و چه مکانیزم اثرهایی دارن. ببینید داروهای آنتی آریتمی چند دسته میشن. یکی سدیم بلوکرها هستن، یکی بتا بلاکرها هستن، یکی پتاسیم بلوکرها هستن و در نهایت دسته چهارم دسته کلسیم بلوکرها هستن که به اصطلاح ما با نماد CCB نمایش میدیم. البته این دسته دیگه هم هستن که داروهای متفرقه محسوب میشن و هیچ کدوم توی این دسته‌بندی ها قرار نمیگیرن، ما هم بهشون کاری نداریم. سدیم بلوکرها خودشون به 3 دسته تقسیم میشن. دسته‌ای که روی باعث افزایش قطعه QT میشن، دسته‌ای که باعث کاهش قطعه QT میشن و دسته‌ای که اصلا روی قطعه QT اثری ندارن. وقتی ما میگیم باعث افزایش قطعه QT یعنی اگر این دارو رو بیمار استفاده بکنه و بیش از حد مثلا دچار سندروم لانگ QT میشه، عارضه داره، QT رو لانگ میکنه. چه داروهایی هستن که واسه QT میشن؟ مثل پروکاین امید، مثل کینیدین. داروهایی که واسه کاهش QT میشن مثل لیدوکاین، مثل فنیتوئین مثلا. و دستی که روی QT اثری نداره مثل پروپافنون، ما بهشون کاری نداریم. این دسته بتا بلوکرها دستی هستن که آخرشون لول داره دیگه، مثل متورال، مثل لابتالول، آتنولول، پروپرانولول و انواعی از بتا بلوکرها. اینها دو دسته آنتی آریتمی ها هستن که در آریتمی ها کاربرد دارن. پتاسیم بلوکرها برای مهمه. یکیشون سردستشون آمیودارونه. یک بتا بلاکری که همزمان پتاسیم بلوکر هم هست سوتالوله که در برای تاکیکاردی ها ما استفاده میکنیم، برای هایپرتانسیون ها استفاده میکنیم. داروهای دیگه هم هست مثل ایبوتیلاید که در AF ما از این استفاده میکنیم، یا داروی دیگه دوفیتیلید این هم ما در بیمار AF استفاده میکنیم. و در نهایت کلسیم بلوکرها که خود کلسیم بلوکرها دو نوع میشن. بعضی از کتاب ها میگن به دو دسته دیهیبریدین ها و نان دیهیبریدین ها، بعضی ها به صورت کاردیو سلکتیو و وازو سلکتیو تقسیم بندی میکنن. یعنی به عبارت دیگه دو دسته میشن. دسته ای که خیلی راحت بخوام بگیم دسته خوراکی، دسته تزریقی، یا دسته آنتی آریتمی و دسته ای که باعث کاهش فشار خون میشن. مثلا داروی مثل نیفیدیپین یا آمیلودیپین جزء دسته از کلسیم بلوکرها هستن که فقط فشار خون رو میارن پایین، کاری به آریتمی مانع اینا ندارن، اصلا ضد آنتی آریتمی نیست. اما دو تا داروی دیگه هستن که مثل وراپامیل و دیلتیازیم، اینها آنتی آریتمی دیگه، یعنی اینها رو ما میتونیم استفاده کنیم و آریتمی رو کنترل بکنیم. به معنی دیگه اینها کاردیو سلکتیو ان، اینها جزء دسته نان دیهیبریدین ها هستن. خب آمیودارون گفتیم جزء دسته پتاسیم بلوکرها قرار میگیره. پتاسیم بلوکری هستش که در درمان آنتی آریتمی ها استفاده میشه. ببینید آمیودارون در حقیقت میاد چیکار میکنه؟ اگه میخوام خیلی دقیق بگیم، میاد باعث افزایش دوره تحریک ناپذیری سلول میشه. یعنی چی؟ یعنی دوره تحریک ناپذیری زیاد میکنه. مثال میزنم رو شکل. فرض میکنم یه سلول قبلا داشته اینطوری به اصطلاح فعالیت میکرده به این شکل. حالا من دوره تحریک ناپذیریش میام زیاد میکنم. وقتی دوره تحریک ناپذیری زیاد میکنم اینجوری میشه. ببینید دوره تحریک ناپذیریش بیشتر شد. دوره تحریک ناپذیریش وقتی بیشتر بشه به این حالت تبدیل میشه. بنابراین ما برای درمان آنتی آریتمی ها استفاده میشه. ما وقتی نتونیم یک آریتمی رو تشخیص بدیم میگن از آمیودارون استفاده کنید. یعنی آخرین خط ما همینه، آمیودارونه. یعنی وقتی نتونیم مثلا دارم میگم آریتمی رو تشخیص بدیم، میگیم AF، ویتک، نمیدونم آریتمی دیگه هست، در نهایت میگیم از آمیودارون استفاده میکنیم. خب آمیودارون در حقیقت ببینید با افزایش دوره تحریک ناپذیری سلول چه عارضه‌ای رو ایجاد میکنه؟ وقتی افزایش دوره تحریک ناپذیری سلول رو ایجاد بکنه یعنی داره زمان انقباض سیستول رو افزایش میده. وقتی زمان انقباض سیستول افزایش پیدا بکنه، بیمار مرتبط به برادیکاردی میشود، هارت ریتش میفته. بنابراین تو بیماری که خودش برادیکارده ما هم قسمت از آمیودارون
نداریم. وقتی بیمار برادیکارده زمان خروج خون از قلب هم کم میشه، لذا بیمار دچار هایپوتانسیون میشه، بی پیش افت پیدا میکنه. وقتی بی پی افت پیدا بکنه ما دیگه از آمیودارون استفاده نمی‌کنیم، باید اینها رو جبران بکنیم بعد از آمیودارون استفاده بکنیم. خب بعضی از رفرنس ها چند تا عارضه خیلی مهم برای آمیودارون میگن. ببین آمیودارون دارویی هستش که محلول در چربیه. یه دارویی هست محلول در چربیه، اگر استفاده از این دارو چه به صورت قرص زیاد مثلا چه به صورت مثلا بیمار خیلی داره دریپ آمیودارون رو بیش از حد گرفته میتونه مستعد فیبروز ریه بشه چون محلول در چربیه. آمیودارون دارویی هستش که داخلش یود به کار رفته، یعنی حاوی یوده، پس میتونه باعث پرکاری یا کمکاری چی بشه؟ تیروئید بشه و بعضی اوقات همین آمیودارون میتونه حمله تیروتوکسیکوز بده، اصلا باعث طوفان تیروئیدی بشه. لذا عوارض آمیودارون بسیار برای ما مهم هست و یه نکته خیلی مهم در رابطه با آمیودارون وجود داره که بعدش میخوام بریم سراغ در حقیقت دوزاژ دارو. ببین آمیودارون یک دارویی هستش که با دیگوکسین بسیار در تداخله. چرا؟ ببین آمیودارون دفعش کبدیه، دیگوکسین هم دفعش کبدیه. یک آنزیمی رو میاد دیگوکسین مهار میکنه که اون آنزیم با آمیودارون در تداخل اگه فعال بشه. لذا ما در آی سی یو هیچ وقت آمیودارون و دیوکسین رو با هم به مریض نمیدیم، احتمال مسمومیت بیمار میره بالا. و لذا ما از این دارو استفاده نمی‌کنیم. چرا؟ بعد بریم سراغ دوز دارو.